میخوام بهتون یاد بدم فقط با نگاه کردن به دستها، چشمها و زبان بدن و یک سری رکب زدنها گلو به راحتی هرچه تمامتر پیدا بکنی و اصلا ستاره بازی ها بشی. تا اینترو پخش میشه لایک رو بزن زیر ویدیو، عشق کنم بریم واسه آموزش. سلام رفقا، بردیا هستم و توی این ویدیو بالاخره بعد از درخواست‌های زیاد یعنی کامنتاتون پاره شدم. همه میگن گلگیری یاد بده که ما هم گفتیم رو چشمون حتما براتون بهترین ویدیو گلگیری رو درست میکنم. یعنی ببین من میدونم چیا قراره یادتون بدم، شما هنوز نمیدونید. فوق‌العاده است، یکی از یکی خفن‌تره. حالا قشنگیش کجاست؟ من این آموزش‌های گلگیری رو 4 دسته کردم که توی هر قسمت از گلگیری یه دسته شما اینجا با هم دیگه بررسی می‌کنیم و یاد می‌گیریم. دسته که امروز می‌خوایم بهتون یاد بدم، ببین دسته‌های دیگه یکیش هستش که کلاً فقط از روی نگاه کردن و حالت چشم و اینها میتونید گل در بیارید، شاید باورتون نشه. یه دونه دیگه هستش اصلا فقط رکب زدنه، یعنی یه سری رکبا بهتون میگم میزنید و از رکبی که میزنید گل رو در میارید. دسته سوم زبان بدنه، فقط نکات مخصوص به زبان بدن رو بهتون، در واقع کل اینا زبان بدن غیر از رکبه، ولی خب اون اختصاصی تر، مثلا زبان بدن غیر از چشمه، خب بیشتر حرکات دست و کارهایی که طرف انجام میده است. و این قسمتی که الان داریم یک سری نکات کلیه، گفتم اینو اول بگم کلا ذهنیتتون با گلگیری آشنا بشه و یک سری نکات رو بگم که اگر با افراد نیمه حرفه‌ای بازی میکنی قطعا فقط با همین ویدیو هم میتونید گل رو ازشون بگیرید. تا حالا چه بسا بهتر که ویدیوهای بعدی رو ببینید. پس همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید که قسمت‌های دیگر از دست ندید و حتما ویدیوهای قبلی که گذاشتم برید ببینید. تو کانالم تا الان کلی آموزش گلیاپوش تو دسته‌های مختلف گذاشتم، حتما برید همه رو ببینید و لذت ببرید. سعی شده که بهترین کیفیت و بهترین محتوا براتون رایگان آماده بشه. لایک و کامنت هم بکنید که خیلی حال می‌کنم، اصلا انرژی می‌گیرم ویدیوهای خفن‌تر براتون. خب بچه‌ها بریم سراغ حالا شروع نکات. من اینجا یه پشتو رو واسهتون روی این کاغذ نکته نوشتم، همه رو میخوام بهتون بگم. بچه‌ها نکته اصلی که باید توی گلگیری دقت بکنید، اول من این نکته رو بهتون میگم. ببین توی گل گرفتن اولا هیچ چیزی قطعی نیست، هیچ چیزی قطعی نیست. مثلا منی که الان یه نکته رو میدونم و دارم به شما آموزش میدم، خب تو بازی خودم یه زمان شاید ناخودآگاه انجام بدم، یه زمان شاید از قصد برعکسش انجام بدم، یعنی گل ندارم اون کارا رو بکنم. پس هیچ چیزی میدونید خودتون تو گلگیری قطعی نیست مگر اینکه گل رو ببینید دیگه دست طرف. غیر از این هیچ چیز دیگه قطعی نیست. اوکی؟ مثلا اون آموزش گلگیری که حالا رو صفحه میادش آموزش شدم قبلا، یه نکته رو خودم کشفش کردم از بازی خودم، از جای 60 تا بودش و خیلی 90% تو کامنت ها نوشتن جواب داد، خیلی باحال بود، ولی خودم تو ویدیو گفتم ممکن روی سری جواب نده، روی سری جواب بده. خب پس هیچ چیز قطعی نیست به گلگیری. من همه اینا رو سعی می‌کنم شرایط و موقعیتش هم بهتون بگم. 10% گلگیری 10%ش حس شیشم، 40%ش به اصطلاح سری حالا تکنیک و زبان بدن و ایناست، 50% تجربه است، یعنی مجموع اینا میشه تجربه. شما تجربه باید داشته باشید. تو تجربه من زبان بدن و حس شیشم استفاده می‌کنی، ولی خیلی ناخودآگاه‌تر. نیازی فکر کنی الان من این رکبو بزنم این کارو بکنم، ناخودآگاه از سرزبازی متوجه میشی. پس تجربه خیلی. حالا بریم دیگه شروع کنیم. بچه‌ها توی گلگیری ببین دقیقاً مثل بازی حکم میمونه، خب که حرفه‌ای‌ها برگه‌ها رو حفظ می‌کنن که چیا بازی شده و می‌دونن چیا تو دست مونده. شاید در اولش که بخوای حکم بازی کنی خیلی کار غیر ممکنیه که بخوای 52 برگه حفظ کنی که کدوم بازی شده، ولی اونایی که حرفه‌ای‌ان قشنگ به راحتی این کارو می‌کنن و می‌دونن چه کارتای بازی رفته بیرون و چه کارتای تو بازی. گلیاپوش هم همینه، یعنی شما باید نوع بازی کردن بقیه رو آنالیز کنید. مثلا حفظ کنید که آقا فلانی که الان اینجا نشسته داره اینجوری بازی می‌کنه، آخرش ببینید گل داشت یا نه و این یادت بمونه. راند بعد می‌بینی دوباره همونجوری داره بازی می‌کنه، بعد آخرش می‌بینی گل داره یا نه، می‌بینی بازم نداره. دست سوم می‌بینی بازیش عوض شد، خب قطعا گل داره. خب اینا رو باید حواستون باشه، سبک بازی‌ها رو باید حواستون باشه. فعلا همین تو نکات کلی ما اون نکته جزئی رو بهتون نگم. بچه‌ها رد کردن یا نکردن افراد رو حفظ کنید. خب مثلا من خالی بازی کردم، اینو خالی نشون دادم، اینجوری کردم، بعداً ته اون راند مشخص میشه من اگه گل داشته باشم رو اینجاست دیگه رد کردم یا نه دیگه. مثلا الان رد کردم، دفعه بعد خالی بازی میشه اینجوری نشون میدم، بازی رو میکنم، دوباره تهش میفهمی رد کردم.
پس میفهمی من 90% مواقع تو خالی بازی دارم رد میکنم، یا ممکنه برعکس یه نفر اصلا رد نکنه. خب پترن بازی رو باید دستتون بیاد، پترن گل پخش کردن رو باید دستتون بیاد. رفقا یه نکته کلی دیگه بگم، اینم خیلی مهمه. ببین بازی روانی بدید. خب مثلا بگی آجی عمرن گل دست بده به اون، خب بعد ریاکشن بگیرید. این قطعی نیست که من بگم اینو بگید این کارو میکنه، اینو بگید این کارو میکنه. تو قسمت‌های بعدی دقیقاً اینجوری بهتون میگم اینو بگید طرف اگه این کارو کرد فلان مثلا گل داره یا نداره. این ولی یه ذره کلیه، یعنی مثل مافیا میمونه واقعا کلیه کوچ، که مثلا مافیا یه سناریو میده به شهر، میگه آره این اونطوری کرده اون شب اون رو زده، خودش آگاهه الکی ذهن شهر رو درگیر کنه. اینم همینه. خب یعنی شما باید سناریو بدید، مثلا بگید که عمرن بده به اون، یا مثلا این معمولا تو این دستش نگه نمیداره، این معمولا رد نمیکنه. اینو که بگید طرف اتفاقا رد میکنه اگه آماتور باشه. مثلا میگید به اون نمیده دیگه این دست، مثلا 3 بار داده میگی دیگه نمیده به اون، میده به یکی دیگه قبل از پخش گلا باز میده به اون، احتمال بالا میده به اون. خب اینو میتونید رکب بزنید. بچه‌ها یه نکته عمو حسن خیلی خفن، خیلی جالب بود برام. ببین میگه که اینو تو همون قسمت 1 بکنم. نکتهش این بود که میگفت من دست اوستا رو نگاه میکنم، خب این گل اوستا داره بازی میکنه، گلشو پخش کرده، تهش همینجوری نمیمونه، یه دستشو خالی نشون میده که بخواد دوباره بازی. اگر اوستا بعد از پخش کردن خالی نشون داد، خالی بازی برشو کاری ندارم، همون قبل از اینکه شما بخواید شروع کنید بازی کردن، هنوز بازیش یعنی تموم نشده، دستشو داد، این دستم خالی کرد، بازی کرد. شما تصور کنید یعنی اینطوری در نظر بگیرید که گل رد کرده، یعنی من این دستو خالی نشون دادم، اگه بازی کردم پر کردم دستم گرفتم گل فرض کنید توی. حالا بهش یه خالی بازی بدید، شما تو ذهنتون دارید که گل رد کرده، اوکی این قانونه، اینو حفظ کنید. بهش به اوستای خالی بازی بدید. اگر با اون دستی که شما فکر میکنید گل توش هست بازی کرد، یعنی اینو خالی نشون داد، اوستا گل نداره. 90% مواقع همینه، اوستا گل نداره. ولی اگر با اون یکی بازی کرد بدونید این دستش گله. خب ببین این حالا یه قانونه، نمیخوام خیلی وارد جزئیاتش بشم ولی واقعا درسته. یه بار دیگه سریع بگم، من اوستا هم بازی کردم، گلمو پخش کردم، حالا میام برای بار آخر یه بازی هم خودم میکنم. خب شما تصور میکنید گل بود. الان به من خالی بازی میدید، من اگه این یکی دست رو باز کردم یعنی گل ندارم، یعنی گل دارم و تو این دستمه. اوکی اگر این دست رو باز کردم خب یعنی گل ندارم، گل رو رد کردم. 90% مواقع این جواب اینو حتما تست کنید. بچه‌ها دیگه بریم تو ریز نکته ریز رو بهتون بگم. خیلی سریع اینا رو رد میشم که تا این ویدیو طولانی نشه. اگه تا اینجا اومدی حال کردی، ببین قسمت‌های بعدی گلگیری فوق‌العاده است، یعنی ویدیو بعدی و بعدیش همش گلگیری مطلق و فوق‌العاده است. اصلا دست همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید، واقعا با کامنتتون من انرژی میگیرم که ویدیو بهتری براتون بسازم. خب بچه‌ها اگر دیدید یه نفر، حالا میگم بیشتر آماتورا و نیمه حرفه‌ای، یه حرکت ساده رو چند بار انجام میدن، مثلا اینکه گل توی این دسته من میخوام رد کنم بالا، خب من با یه بار انجام میدم، مثلا من اینجوری انجام نمیدم، من اینجوری انجام میدم، میخوام این حرکت رو برم. میبینید طرف هی چند بار اینجوری میکنه، بدون اگر این کار در نهایت کرد گل رو رد کرد. اگه چند بار انجام داد، یه وقت یه نفر یه دونه اینطوری میکنه اون کاری نداره، چند بار اینطوری کردهش، بدون اون آخرین باری که دیگه ول کرد تونسته گل رو رد کنه که ول کرده. اوکی اینو از من داشته باشید، یعنی من اگه این کار کردم این دستم احتمال خیلی زیاد گله. و بچه‌ها باز یه نکته بهتون میگم، روی یه چیز فقط تمرکز نکنید، چون طرف چند بار این کارو کرد و اینجوری که 100% این گله. نه، باید چند تا چیز رو مقایسه کنید، دارید با 2 نفر 4 نفر 5 نفر بازی می‌کنید، رو هر کدومشون باید دقت کنید. اگر یه نفری یه کارو کرد وحی منزل نیست که فقط 100% بردیا چون گفته اون گل داره، نه، باید همه چیز رو در نظر بگیرید. همون 50% تجربه هست که میگم، به خاطر یه کار یه نفر گول نخورید. اوکی همه رو بزنید. حالا پس این میشه طرف گل داره. اوکی معمولا هم تو همین حرکتی اتفاق میخواد بندازه بالا، یا مثلا چه می‌دونم اینجوری میکنه میخواد رد کنه، اینجور چیزا. اگر زیاد کرد بار آخر رد کرده که راضی شده که آخ چون تونستم رد کنم بس. اوکی مثال بعدی، بچه اونایی که ساده بازی میکنن، یه سری هستن فقط اینجوری بازی میکنن. من تو قسمت اول گفتم چرا نباید اینجوری فقط بازی کنی، چون دستمون لو میره. ببین من اگه بخوام رد کنم ناخودآگاه دستم یه تکون شاید بخوره شاید نخوره، و این بعد از چند بار این کارو انجام داده، حالا من که اصلا اینجوری رد میکنم، مثلا اینا کن اصلا رد شده شد، خب در لحظه رد میکنم، اینم رد شد، شاید باورت نشه. رد شد. اوکی
ولی اونایی که اینجوری میکنن بازیشون بعد مدت دو میره از حرکات انگشت، مثلا اینجوری میکنه بار آخر اینو دیگه اینجوری نمیکنه، همینجوری نگه میداره. خب این یعنی گلو نگه میشه. اوکی، اینم تو بازی آماتورها حواستون باشه. بچه‌ها اگر با تازه کارا دارید بازی میکنید، ما میتونیم به حریف خالی بازی بدیم، حالا هر چند تا که تو قانونتونه 3 تا 4 تا هرچی، یا خالی بازی میتونه یه دست خالی نشون بده با این یکی پر کنه بازی کنه، یا میتونی به جای خالی بازی بگی این دست تو مثلا بری تو دست فلانی بغلیت. خب بغلی یه دستش کوچه، میگی این دست تو بری تو دست بغلی. خب ببین خودت به دست خودت بخوای بدی خیلی راحته. خب ولی به دست بقیه دادن خصوصا برای آماتورها، تازه کارها واقعا کار سختیه و به جای خالی بازی از این کار استفاده کنید. راحت گل میگیرید، راحت گل میگیرید. خب اصلا سوتی میدن، اگه تازه کار باشن سوتی میدن، نیمه حرفه‌ای هم باشن احتمال سوتی دادن زیاد، چون میگم از دست خودت به دست دیگری واقعا کار سخت‌تریه تا دست خودت بخوای رد بکنی گلو. اوکی، اینم پس داشته باشید. بریم سر نکته بعدی. بچه‌ها ما بعضیا که دستشون میبندن این دو حالت ممکنه بشه، یعنی یا این انگشت رفته تو یا این انگشت بازه. به این حالت دقت کنید و تو تکرار ببینید چجوریه. فرض کن من الان بازی کردم اینجوری گرفتم دستمو، خب مشخصه قشنگ دست جمعه یا نه، از رو به رو هم حتی دیده میشه، یا حالا میتونی بگی برگردون و ببینی برمیگردونی. مثلا من الان بازی کردم، خب بذار معمولا تو اینی که مثلا عجیب تره بود، حالا اینجا آخرش فهمیدی گل بوده. یه بار دیگه هم بازی کردم اینجوری کردم، تو این دوباره گل بوده. بدونید پس اگر من یه زمانی این بازی کنم اینجوری دستشو گرفت، اونی که اینطوری انگشتاش بازه گل داره. به همین راحتی میگم اینم مثل اون 60 بالا پایین نگه داشتن است. اینجوری بودن دست یا اینجوری بودن قشنگ یه چیزیه که ناخودآگاهه، طرف رد کرده حواسش نیست یا اینجوری راحت میخواد گل نگه داره. اینجوری یه چیزم بگم یه وقتی برعکسشه، یعنی من اینجوریه دستم این اینجوریه میگیرم تو این گله. یکی دو بار دیدید دو تا دستش متفاوت حالتش و مثلا تو این یا این گل بوده، بدونید از این نوعش هم همون. خب نکته آخر، به مکس های وسط بازی خیلی دقت کنید. بچه‌ها تو خود مسابقات گل کوچم که پخش شد با اون بازیکن‌ها حرفه‌ای ان، چندین سال دارن بازی می‌کنن، باز هم از این سوتی‌ها دادن که مثلا میومد یه لحظه مکس می‌کرد ادامه میداد. این چرا این اتفاق میفته؟ طرف گل داره نمیتونه تو ذهنش، یعنی راحت نیست، یه لحظه مثلا میاد رد کنه، یا تو ذهنش یه سناریو میاد که خب بزن این دست رد نکنه، یه لحظه مکس میکنه و تصمیمش رو عوض میکنه، یه حرکت دیگه میکنه. خب یا مثلا من یه بار این حرکت رو زدم دوباره میام این حرکت رو میزنم، یا برعکس اینجوری مثلا اینو نگاه کنید، الان مشخصه که من گل دارم با این حرکت بازی کردم، میام این حرکت رو میزنم بعد دوباره میام همین حرکت رو میزنم. خب این حرکت جزء حرکت تمام کننده است. این حرکت نه، این آدم حین بازی ممکنه 20 بار انجام بده، ولی این حرکت جزء حرکاتی که بهش مشت میگیرن. من اگه اینو بیام دوبار بزنم ممکنه اینجوری باشه دفعه اول رد کنم، بعد یهو تو ذهنم حالا یا با مکس یا بی مکس بگم اینو همه فکر کنن رد، تو ذهنم میگم اینو همه میفهمن رد کردم، بذار یه بار دیگه انجام بدم رد نکنم، دوباره میام اینو انجام میدم رد. خب بدونید این آدم گل داره اگر یک حرکت تمام کننده رو دوبار انجام میده یا یک لحظه مکس میکنه. خب آقا امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما ساب کنید پارت‌های بعدی گلگیری مغزتون سوت میکشه، چه چیزایی میخوام بهتون یاد بدم، واقعا خفنه. بقیه ویدیوها رو یادتون نره ببینید. بچه‌ها محتوای اصلی کانال من شعبده بازی، حتما برید ویدیویی که قبلا گذاشتم و ببینید. شعبده بازی و ذهن‌خوانی و بازی با پاسور خفنی بهتون یاد دادم. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. دمتون گرم.